سلام بچه‌ها، خوش اومدین به ویدیوی جدید دیگه تو چنل دوم. بالاخره بعد از مدت ها ما برگشتیم با یه ویدیوی ریاکت دیگه برای شماها. آقا من توضیح بدم که این چند وقت کجا بودین. اگه دیده باشید چنل دومو ما اکثرا هر شب یا یه شب در میون دیگه داریم لایو میذاریم تو چنل دوم یا اکانت تویچمون که تو یوتیوب میذاریم. بیشترش سیو میشه. همین دیروز یه دونه واسهتون سیو کردم، کپی رایت خورد، پاک شد و اومدیم ریاکت به ویدیوهای سمهای خواننده ها، سمهایی که با هوش مصنوعی از صداشون درست شده و اینا. اومدیم براتون به اونا ریاکت بریم و همه رو واسهتون چیدیم پشت سر هم، یکی از یکی سمتر. بدون معطلی قبل اینکه بریم سراغ ویدیو حتما چنل رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید، کامنت اصلا بذارید این پایین. مرسی. آقا بریم سراغ اولی هیچ کس اگر سنتی بخونه کاور ریلز اینه. بریم سراغش. به سحر ناد سر کن، داغ مرا تازه تر کن، پشمام چرا شبیه شرر بارید و فصلان برشکن و زیدی راز بکن. فقط بچه قسمت لب زدنش رو ببینید که لباش هم دارن تکون میدن روی این ریت. مرسی واقعا از این سمای زیبا که این هوش مصنوعی دیگه داره هنیشه در برده هوش مصنوعی. آقا من بیشتر اینا رو ندیدم، شاید یکی دوتاشو دیده باشم واقعا، ولی اینا رو واسم رفیقم فرستاده همه رو پشت سر هم، ولی خب من ندیدم بیشترشو. یکی دوتاش همجوری باز کردم ببینم تو چه جوریه و چه مدلیه، یکی دوتاشو دیدم. بعد بریم آقا بعدی. من دارم کاوراشو میبینم. بعدی رو بریم. هوش مصنوعی هیچکس فدایی. یه تا بریم کجا بریم؟ خونه خاله چرا بریم؟ خاله لب دندون داره، سفره پرون داره، باغچه حیاتش نناره خون داره. خاله جون قربونتم، اگه تو بخوای مهمونتم. فقط ویدیوش خوب بود، اصلا شبیه نبود. اینو راضی نبودم. نظر شما چیه؟ این خوب نبود. هیچکس نظری. آقا من اینو 1 ثانیه 2 ثانیه اولیش دیدم، واقعا خفنه. بریم سراغش. بازم سلام بیشته تو کوچه بوی دزای همم میرم فضا تو سیر میشم الان. تو بود داره کوچه و مشکیه، منم عاشق دیمم با چه عشقی، همه متوجه میشن و متمرکز. این صداش خوبه خدایی، مثلا روی ریتم و ایناست صدا رو خوب در آورده. یادم سفینه همه سفینه تعدیگ است آخ جون بازم نظریه. بله آقا هیچکس در محرم خیلی سمیه. خیلی اصلا اینجا خیلی چیز خاصی ندیدیم و بریم بعدی. آقا یه دونه هست این کیس جدید منه نمیشه، نمیدارم روش عکس سیاوش قمیشی. حالا ببینیم با صدا کیه. الان یکی دیگه از کاور اصلا یه چیز دیگه است، هیچ ربطی نداره بهش. نه روی پلما کاش تو این وز نبینم حد الکسامو جنس جور جمجما کم جنبما فردا همین جمع میزنیم. شبیه نیست برای همین میبینی. آقا خیلی شبیه نبود واقعا. چیه فرستادی حیوان. خیاط بی اعصاب دور چی میخونه. این فکر کنم جالب باشه. که بنداد مشتر رو گاییدم، اون که آرزومو کشتر رو گاییدم، اون که گفت توی کف و شینونم همین کف توی چونش، اون که گرفت قسم چشمامو گاییدم با مبستمو گاییدم، این صداش خیلی شبیه طرف خود یاروه. کلشتمو گاییدم. آقا این خوب بود. مرسی واقعا مرسی. خیلی صداش شبیه بود. میمشو دارم همین چرخو بکنم. میریم بعدی با رفیقام. موزیک بودم من از 2002 تعریف بچه‌ام باشی بازم کار تو تیم محشی میدونه. آره بالگان سوشل جو که تو خندیدی ما انتظارات بیشتری داشتیم نفوش بده. پیش ما ملو بحث و فرش بود میکلانجلو یه مش دکتر و مدیر عامل خوشبینی ایران و بردی ما جلو. بچه پرو ناف شمرون دنیا رو گشتم ولی عاشق تهرون نهاره فقط قربت داره تو زندونم. برگشتم خونه آماده مهمونم. تو هم
من هرس جر میخونی شعر میگی و برم سری شعر میکنی ولی این تایی خوبه، دلت میگی این وای خوبه، خوش به این حالشون بلدن 8 تا 9 کارشون. به 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 خیلی هم کارشون رو بلد دادن. آقا بعدی زده بچه مهمونی رو ببینیم چه خیلی ساده شده انگار چون بازم صدا خیلی شبیه سمای دورچم داره زیاد میشه بعد این آهنگ آخرش بچه سمای دورچم داره زیاد میشه بعد این آهنگ آخرش بیشتر هم سمای اون داره درست میشه ولی خب این سمای تغییر صدایی نه اول رو هیچ کس شروع شد دیگه که انداختنش روی صدای دیگه اون نسخه اصلیش هم که خیلی ترکوند و ترند شده و الان واسهتون میذارم اگه پیداش کنم چون میدونم تو اینا هست. آقا بعدی خود دورچی بودم این چیزا با مزه‌ای بود اینو دیده بودم این یکی دیدم دست بالم خیلی وقت خالیه دوست دختر محمد آقا پیدم گفتم بیا با هم بریم سمت آب گرم یکم مست بودم جاده رو ندیدم آینه ی نیسان مالیدم گفتم حاجی دیدم عمت تایلند پیاده شدم دیدم یارو نره خره پیاده شد توی شلوارم ششیدم شب خونه دایی مینا خوابیدم دایی زنم گفتم این الان جاییدم داییم گفت آجی کلمو خالیه منم سری دو نخ به هم منو چاقیدم بچه های هلال احمر رو تا دیدم گفتم کنی نسی محمد نمیدونم بیتش تمام شد چرا یه وسطه نمیدونم بیت این کپی رایت داره یا نه جدیدن دارم خیلی کپی رایت میخورم رنجو با صدای احمد زاغی خیلی دیگه احمد زاغی دیگه ترند میشیم توی بنزو خیالی میمیام بکشم بیرون رنجو همین الان بیبی تکست رو کشو تا اینجا میپچن همه پچم جنسو دوباره کپی رایت بخورم دیگه من میشاشم تو یوتیوب پوسی بادمان نمیشی با نان چیکادان زادان گوای باندان گوای خانگان گوای شامپان حضرت باتی توکناتی و به خودش شاتی بای مارتینی میام خود سوپر مدلو بیم جاملو محمد زاغی داشت مرسی. بعدی آقا عکس هم خود عکس هیچ کس هم عکس دورچه کاور نمیدونم چیه دادن حس منو گایدم هیچ کسی دورچه سخت میکس شد یکی ته دستانم بردن صدا خیلی خوب میرسم بسنم تو گایدن یه خیلی خفنه اونه که خیلی تمیز میشه سالیه بهترینش باشم آخر ویدیو خدایا بله یا منو هولار کن یا همین هیچ کس لوری بخونه آقای بالاخره هولار شدن هیچ کس بردید دیگه من شرمنده آقا من بعدی اصلی رو میزم آقا بذار من اصلی رو پیدا کنم قبلش پیداش کردم آقا پیداش کردم قبلش اینو ببینیم بعد بریم سراغ اون یکی اصلیه اینو ببینیم چون خیلی شبیه صدا اینستا رو بازی میکنه همه دارم همینه میزدن اگر میخواید ویو میلیونی بگیرید حتما این آهنگ رو روی ویوتون بذارید در ویو میلیونی داشته باشید. آقا بریم بعدی 3 2 1 به جای دوست خیلی خوبه تازه اینم باز نسخه اصلیش نیست با ردیاب گذاشتن رو من تصویرم زوم اصلیش خیلی شبیه این واقعا اصلیش شبیه. آقا من باز نگاه میکنم مرسی که بچه تا اینجا ویدیو رو دیدید حتما چنل سابسکرایب کنید تو این چنل لایوهای زیادی میذاریم و منتظر ویدیوهای بعدی باشید و چنل اولم هم داخل دیسکریپشن براتون میذارم و لینک اکانت هم داخل اباوت و داخل چنل 1 و دیسکریپشن های چنل 1 و اینا هست ولی تو این دیسکریپشن نیست.
و مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. با هم خداحافظ.